17 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر استراوشن کارخانه استحصال آنتیفریز جمعیت دارای مسئولیت محدود کلیساریز را مورد استفاده قرار دادند. کارخانه در مساحت 22 صد زمین بنیاد شده دارای انبار نگهداری اشیاء خام، محصولات تیار، آشخانه و انشاءات یاری رسان می باشد. در این کارخانه 17 نفر ساکن محلی که 9 نفرش را زنها تشکیل می دهد با جای کار تامین شدند. 17 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر استراوشن کارخانه استحصال آنتیفریز جمعیت دارای مسئولیت محدود کلیساریز را مورد استفاده قرار دادند. کارخانه مذکور در زمینه نائل شدن به هدف 4 ملی صنعتی کننده با سرعت کشور با استفاده از امتیاز و امکانات‌های مهیا نموده حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکار محلی دلشاد خالمحمدوف با خرج نزدیک 1 میلیون سومانی بنیاد یافته است. تکنیک و تجهیزات استحصالی ساخت شرکت‌های پیشرفته جهانی میباشد. کارخانه در مساحت 22 صد زمین بنیاد شده دارای انبار نگهداری اشیاء خام، محصولات تیار، آشخانه و انشاءات یاری رسان میباشد. در کارخانه 17 نفر ساکن محلی که از این 9 نفرشان را زنها تشکیل میدهند با جای کاری تامین شدند. برای آماندن کارخانه استحصالی مایع ضد یخ آنتیفریز برای نقلیات، مرکزهای گرم‌دهی، دستگاه‌های صنعتی استحصالی در شهر استراوشن قدم نو در استحصال محصولات وطنی برای تامین طلبات افزاینده میباشد. توجه و دستگیری بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به سمت ساحه صاحبکاری امتیازهای یک قطار امتیازهای داده شده امکانیت داد که صاحبکاران شهر استراوشن از جمله آلمحمد و دلشاد جان کارخانه نو با نام کلیساریز تشکیل نماید. در کارخانه روند استحصال محصولات موافق با طلبات و درخواست خریداران به راه مانده شده امکانیت هست که آینده حجم استحصال زیاد کرده شود. این نوع محصولات قبلا از خارج کشور واردات می‌گردید و حالا با فعالیت کارخانه امکانیت پیدا شد که هم محصولات واردات عوض کننده استحصال کرده شود و هم متخصصان محلی جای کاری دائمی داشته باشند. تشکیل یافتن چنین کارخانه استحصال محصولات خودی و رقابت‌پذیر برای پیشرفت اقتصادی مملکت و بهتر شدن سطح زندگی اهالی مساعدت می‌نماید. و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که اقتدار استحصالی کارخانه در یک سال 310 تن آنتیفریز بوده محصولات واردات عوض کننده به شمار می رود. تا حال این نوع محصولات برای نقلیات و مرکزهای گرم‌دهی از خارج کشور وارد کرده می شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سخنرانی‌ها با اهل جامعه ملاقات با صاحبکاران همیشه تاکید می نمایند که اساس پایه‌های اقتصاد ملی از رشد ساحه صنعت وابستگی کلان دارد. ما هم تصمیم گرفتیم که با استفاده از امتیازها فضای مساعد به صاحبکاران کارخانه نو تشکیل نموده در رشد ساحه صنعت سهم خود را گذاریم. طلبات به این نوع محصولات را به نظر گرفته کارخانه استحصالی مایع ضد یخ آنتیفریز تشکیل نمودیم. حجم استحصال در یک سال 310 تن را تشکیل می دهد و در صورت درخواست خریداران امکانیت زیاد کردن حجم استحصالات موجود است. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروز در رفت افتتاح کارخانه به ما در فعالیت آینده دستور و مصلحت‌های مفید دادند. توجه و دستگیری سرور دولت ما اهل کارمندان را روح بلند ساخت و ما صاحبکاران من بعد نیز کوشش می نماییم در رشد مملکت با تشکیل کارخانه‌های نو سهم خود را گذاریم. محصولات استحصالی کارخانه دارای سرتیفیکات صفت می باشد و به خریداران از همه شهر و ناحیه‌های مملکت پیشنهاد کرده می شود. همزمان در کارخانه برای جایگیر نمودن مایع استحصال شده ظرف‌های پلاستیکی 1 و 4.7 لیتره از اشیاء خام استحصال کرده می شود و محصولات استحصالی در ظرف‌ها جایگیر و با تمغه استحصال تاجیکستان و مزاجان از شهر و ناحیه‌های جمهوری پیشنهاد می‌گردد. پیش از تشکیل شوی همین کارخانه در تاجیکستان این نمودی مال و محصول یعنی که آنتیفریز از خارج کشور وارد می‌شد و پس از تشکیل همین کارخانه نقطه‌های فروش تشکیل کردیم و
مول و محصولات داخلی کشور را به مردم عزیزمون پیشکش می‌نماییم. برای باز هم قلای گردیدن و زیادتر گشتن خریداران ما یک چند نقطه‌های فروش تشکیل کرده شده است. یکی از این نقطه‌ها در شهر دوشنبه، یکی دیگر در شهر باختر و کوشش میکنیم در آینده نقطه‌های سودا رو بسیارتر کنیم و مال و محصولات رو به مردم پیشنهاد نماییم. مایع ضد یخ که اولین بار استحصال آن در این کارخانه به راه مانده شده است، برای سردی از 31 تا 40 درجه هوا پیش بینی شده است. در کارخانه برای فعالیت کارمندان شرایط لازمه فراهم آورده شده است. معاش میانه کارمندان حالا تا 2000 سومانی را تشکیل داده، آینده با افزون گردیدن درآمد کارخانه زیاد کرده می شود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان و فعالیت صاحبکار وطنی برای سهمگذاری در تطبیق هدف 4 ملی صنعت کنونی با سرعت کشور و استحصال محصولات عوض کننده واردات بهای بلند داده، وابسته به زیاد نمودن اقتدار استحصالی و به راه ماندن صادرات آن در آینده دستور و مصلحت ها دادند. پیشنهاد امتیاز و سبکی ها به بخش خصوصی باعث دلگرمی صاحبکاران در سمت بنیاد کارخانه های استحصالی گردیده، همچنین سبب تقویت اقتدار استحصالی کشور و غنی گردیدن بازار داخلی با محصولات صنعتی شده است.